نوروز باستانی، عید بزرگ ایرانیان رو خدمت هموطنان عزیزم در سراسر جهان و مخصوصاً در ایران شادباش میگم. طبیعتاً با آنچه که این روزها در میهن عزیزمون میگذره، شاید جای خوشحالی و شادباشگویی نباشه، اما من فکر میکنم که اتفاقاً در سخت‌ترین روزها ما میباید شاد باشیم، خنده از یاد نبریم و با امید به آینده بتونیم روزهامون رو هرچه پربارتر پیش ببریم. از این فرصت میخوام استفاده بکنم و به مردم مبارز ایران به طور خاص جوانها، دختران و پسران و کانونهای شورشی که برای آزادی ایران سر از پا نمیشناسن هم شادباش بگم و برای مردم ایران آرزوی موفقیت و پیروزی بکنم. امیدوارم که سال 1405 سال پایان شب و سال پیروزی مردم ایران و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران، در این زیباترین وطنمون باشه.